در نتیجه نعمت‌هایی برای بندگانش تجویز کرده که با استفاده از این نعمت‌ها خودشونو ترقی و رشد و تعالی و پیشرفت و توانمند بسازند و بعد خداوند از رشد و پیشرفت و توسعه بندگانش لذت ببرد و خوشحال بشود. اینا خاصیت‌های نعمت‌های خداست، هم مادیش و هم معنویش، بدون استثناء. همه نعمت‌های خداوند برای ما و شما بندگان خداست. نیازی نیست سرمون رو به اون طرف و این طرف بچرخونیم. آیا منظور خدا غیر از من و تو هستیم؟ نه، شما هستید. مثل این که خدا میگه من با تو ام. چرا اون طرف و اون طرف نگاه بکنید؟ تو مورد توجه منید، من با تو ام، به من نگاه کن. پس همه نعمتهای خدا برای ما و شماست، برای چارپایان نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری. منظور از نان این نانی که از گندم درست میکنن و جو و ذرت نیست، تا تو ارزشی پیدا بکنید، تا تو توسعه پیدا بکنید، تا تو توانمند بشید، تا تو رشد بکنید، تا تو زنده باشید و زندگی بکنید. و ما بکم من نعمت فمن الله، هرچه نعمت در شما هست از جانب الله. منشأ نعمت الله، منتهای نعمت شما. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، تنوع در نعمتها و هر نعمتی یه شکر خاص خودشو داره. نماز یه تشکر خاص خودش داره، روزه یه شکر خاص خودش داره. نعمتهای مادی و معنوی هر کدوم یه شکر خاص خودش داره. همینطوری که خداوند ما رو با نعمتها یا با نعمتها داره خودش رو متوجه ما میکنه، یه توجه خاصی به ما میکنه، ما هم با شکر نعمتها باید به خداوند همون توجهی که خدا به ما کرده بکنیم، وگرنه ما کفران نعمت کردیم و ناسپاس شدیم. بعد از اون دیگه انتظار نداشته باشیم که خداوند توجه ویژه به ما بکنه، چون که لئن کفرتم ان عذابی لشدید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس خداوند به ما توجه کرده با نعمتها. کاملترین توجه خداوند به بندگانش نعمت هدایت هست. الرحمن علم القرآن، بارزترین نشانه رحم خدا نعمتی است مهدا به بندگانش و اون هم قرآن. الرحمن علم القرآن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن کتابی است هدایتگر به بهترین راههای زندگی. هر راه خوبی برای زندگی خوب وجود دارد، قرآن به اون راه راهنمایی می‌کند. دوستان اگه لطف کنن اینجا حسیر و فرش فکر می‌کنم هست. نشستن روی فرش یه تشکر از صاحب خانه است، چون فرش رو برای شما
این خلم پر میشه، برای سخنرانم بهتره. جزاکم الله خیر. البته اجباری نیست، بالاخره حالا یه خواهشه. بله اجباری نیست. پس همه نعمت‌های خدا برای ما و شماست. آیا ما آماده هستیم برای پذیرش نعمت‌ها؟ یک سوال هست. پس همه نعمت‌های خداوند خوب هستند، چون خداوند خوبه. همه نعمت‌های خداوند مفیده، چون خداوند همیشه دید مثبت نسبت به بندگانش دارد. همه نعمت‌های خداوند توان آفرین است، چون خداوند بندگانش را دوست دارد. خداوند که دوست ندارد و خوشحال نمی شود بندگانش دست و پا چلاق باشند، جاهل و کودن و نفهم و احمق و بیشعور باشند. خداوند دوست دارد بندگانش با کلاس باشند. کلاس رقصیدن نیست، کلاس شراب خوردن نیست، کلاس لباس پوشیدن تنها نیست، کلاس عالم شدنه، عالم به امور دین و عالم به امور دنیا. کلاس با اخلاق شدنه، محترم شدنه، آبرومند شدنه، سالم شدنه. اینا کلاسه. خداوند خیلی با کلاسه و دوست داره که بندگانش هم با کلاس باشن، بندگانش هم محترم باشن، بندگانش هم عالم و حکیم و کریم و سخی و غنی باشن. همه نعمت‌های خداوند برای ما و شماست. سوال اینجاست، آیا ما آماده هستیم برای پذیرش نعمت‌های خدا؟ هممون آماده هستیم؟ در خودمون پذیرش رو به وجود بیاریم. اول با ارزشترین نعمت‌ها رو بپذیریم و ارج بنهیم. اولین چیزی که خودمون و خانواده‌مون رو باید آماده بکنیم برای پذیرشش قرآن و سنت هست. قرآن، علم، این نعمت رو باید از خدا بپذیریم. در خودمون پذیرش به وجود بیاریم. من اگه با تأخیر آمدم اینجا، از ساعت 7:30 تا 9:30 در خدمت خواهرای بزرگوار و محترم شما بودیم تو سالن مکتب خانه. بسیار جلسه مبارکی بود و این جلسه به خاطر تشکر از 2 حافظ خواهر شهر شما بود. جشن حافظی 2 خواهر حافظ قرآن شده، کل قرآن. یعنی 2 سرمایه به جامعه شما اضافه شده. 2 حافظ در آمار و ارقام شهر شما رقم خورده، اونم 2 حافظ دختر که قطعا خیرات و برکاتشون به کل روستای شما میرسد. پس خودمون رو آماده بکنیم برای پذیرش نعمت‌های خدا. همه نعمت‌های خدا برای ما و شماست. طرف خداوند ما و شما هستیم. اگر تو روتو برگردوندید، توجه خدا را با بی‌توجهی جواب دادید،
دیگه گله نکن. یه روزی تو هم گذرت، نیازت به خدا میفته، شاید به من و امثال من و دوست و رفیق نیفته. امروز اگر بی نیازی از خدا در طول زندگیت، چه در دنیا، چه در جوانی، چه در پیری، چه هنگام مردن، چه در عالم برزخ، چه در دشت محشر، چه در آخرت، یه جای نیازت بالاخره به این ذات میفته. محال است که نیازت نیفته. پس وقتی خداوند به تو توجه میکنه، تو بی توجه نباش، تو رو تو بر نگردان. انا عند ظن عبدی بی. تو این حدیث قدسی خداوند چی میفرمایند؟ میگه به من گمان خوب داشته باش، هیچ خطری و هیچ آفتی و هیچ بلایی و هیچ مصیبتی و هیچ بی‌آبرویی از طرف من به تو نمیرسه. به من اعتماد کن. خدا میگه به من گمان خوب ببر، دیدت نسبت به من مثبت کن. من دید مثبت به تو دارم. من با برنامه‌های خوب به طرف تو آمدم. رو تو بر نگردان. شاید به خیلی ها اعتماد نکنی، ولی به من میگه اعتماد کن. همه نعمت‌های خدا برای شماست. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن، رها کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. وقتی انسان خدایی میشه، به نعمتهای خدا و خدا توجه میکنه، اینطوری میشه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. دیگه خدا کاراتو انجام میده. خدا کاراتو انجام میده و خداوند تو رو انتخاب میکنه برای انجام کارهاش. ان تنصروا الله ینصرکم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. چی میشه؟ ایمان آوردن به خدا یعنی توجه به خدا کردن. همینطوری که خدا به تو توجه کرد. خدا به همه انسان ها توجه کرده و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم به همه انسان ها و انسانیت و بشریت توجه کرده، نه تنها به عرب ها توجه کرده. کسی فکر نکنه پیامبر صلی الله علیه وسلم به عرب ها توجه کرده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به بلال توجه کرد رضی الله عنه، به سلمان توجه کرد رضی الله عنه. از برکت توجه خداگونه پیامبرش صلی الله علیه وسلم امروز ما چنین جلسه خدایی و نبوی داریم. من و تو مطلوب و منظور و مقصود خدا هستیم. غیر از این درباره خدا فکر نکن. نگو خدا منو دوست نداره، کفره. نگو خدا خاطر من نمیخواد، کفره. نگو خدا به من توجه نمیکنه، کفره. تو خودت به خودت توجه نکردی. تو خودت به خدا توجه نکردی. یک سیاه پوست زنگی حبشی که برده بود
مثل یک کالایی تو بازار خرید و فروش میشد، مؤذن رسول الله میشود صلی الله علیه وسلم. که حضرت عمر رضی الله عنه غبطی میخوره، میگه من مشغول خلافت و فلان و اینا نبودم، میرفتم شغل مؤذنی رو انتخاب میکردم، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده مؤذنین روز قیامت یک گز گردنشون بلندتره، به خاطر که صدای توحید و ندای توحید رو بلند کردن تو دنیا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این توجه خدا به همه بندگانشه. هر کسی بخواد خدا بهش توجه بکنه، هر کسی روشو بر نگردونه، این مورد توجه خداست. شما فکر میکنی هر کسی چشم داره میبینه؟ نه، باید بخوای تا ببینی. نه هر کسی چشم داره میبینه. شما فکر میکنید چون هر کسی چشم داره باید همه خوبی ببینه؟ نه، باید بخواد خوبی ببینه، عاشق خوبی باشه تا خوبی ببینه. شما فکر میکنید هر کسی که چشمش بازه خوبی و بدی هر دوتا رو میبینه ولی خودش دوست داره خوبی میبینه، این بدی هم داره میبینه؟ نه، بدی رو میبینه اما نمیپسنده، از بدی خوبی میبینه، خوبی تولید میکنه. آدم همه چی میبینه. کافی نیست که چشمت باز باشه و خورشیدم بتابه. خیلی ها هستن هنگام تابش خورشید در وقت درخشندگی خورشید بازم نمیبینن. وجود نور کافی نیست، وجود چشمم کافی نیست. باید فکری و دلی باشد که با وجود نور بخواهد که نور ببیند، عاشق نور باشد، عاشق روشنایی باشد. چراغ اینجا هست، من چشمم ببندم، آیا این نور به درد من میخورد؟ باید چشمو باز کرد. قرآن هست ولی من توجه نمی کنم، قرآن به درد من نمیخوره با وجودی که قرآن روی زمین هست. همینطوری که وقتی نور باشه من چشمم ببندم، نور به درد من نمیخوره. من باید بخوام از این نور بینایی. نور هست، میخوام چهره مبارک شما رو ببینم، لذت ببرم. این دیگه خیلی طبیعیه. الان چشمم ببندم، نیازی نیست چراغا رو خاموش کنید، کافیه چشمم ببندم، اصلا نیاز به چراغ خاموش کردن نیست. ولی اونایی که میخوان ببینن میبینن. اگر دنیا پر از تاریکی باشه، یه شمعی هم باشه، یه چوب کبریت هم باشه، دنبال همون روشنایی هستن. طبعشون طبع زنبور عسله. اگر دنیا پر از نجاست باشه، یه شاخه گلی باشه، همون یکی رو انتخاب میکنه. مگس طبع نیستن. اونهایی که دنبال معصیت خدا، بندگان خدا دنبال معصیت خدا، طبع مگس دارن. طبع مگس. آیا انسان دوست داره بهش بگن مگس؟ باور کن به اون توهین میشه. مگس هم مخلوق خداست. مگس اگه دنیا پر از سبزی و چمن و گل و گلشن باشه، یه نجاست باشه رو همون نجاست می‌نشینه. به خاطر اینم مگس همیشه منفوره. پیفپاف خریدن، توری زدن، اونم که دستشو میگیرن چیه؟ پشکوش چیه؟ پسر از یه طرف، دختر از یه طرف، پدر از یه طرف، پدر بزرگ از یه طرف، مادر بزرگ از یه طرف، همه دنبال این که مگس رو از خانه بیرون کنن.
حالا وقتی مگس پسر آدم باشه، وقتی مگس پدر آدم باشه، معذرت میخوام گل به روی شما، وقتی مگس خواهر و برادر آدم باشه، چطوری میخواید بیرونشون کنید؟ اون مگس رو نجاست مینشینه، این مگس ها رو نجاست های دیگر مینشینن. یک جوان مسلمان اسمش محمده، مثال میگه فقط آبجو کار میکنه، در آمده با پول حلال که نمیشه زن گرفت، پول حلال جمع نمیشه، چیزی که کار کن آبجو و تریاک و سیگار، همین کارو بکنیم، آبجو بیاریم. پس باید به نعمتهای خدا توجه بکنیم، گمان خوب درباره خدا. خدا منو دوست داره، بچه های منو دوست داره، زندگی منو دوست داره، برای زندگی من برنامه ریزی کرده، مرشد فرستاده، راهنما فرستاده، معلم فرستاده، مجاهد فرستاده که از ناموس من دفاع بکنم. مجاهد تربیت کردن یعنی چی؟ از مسجد من دفاع بکنن، از روزه و رمضان من دفاع بکنن، از قبله من دفاع بکنن. مجاهد یعنی این که افرادی مجاهد تربیت میشن که ارزش ها را حفظ بکنن برای بندگان خدا. همه نعمت های خدا برای ما و شماست. این طرف و اون طرفت نگاه نکن. و جمله آخر، همه نعمت های خدا شکر می طلبد. عادت نکن نعمت بگیری شکر پس ندید، خیلی خطرناکه. چقدر بد عادت شدیم، نعمت رو میگیریم شکر رو پس نمیدیم. نعمت با شکر با همن. اگر تو نعمت گرفتی شکر پس ندادید، مثل این که نعمت خدا رو وادار کردی با تو کشتی میگیره و تو رقیبش نیستی، کمر تو به زمین میزنه. کسانی که نعمت خدا با شکر فرستاده و وقتی نعمت آمیخته به شکر بشه تو رو تقویت میکنه، قوی میکنه. اما اگر نعمت گرفتی شکرش فکر کردی ضرر داری میکنید. اولاد وقتی از خدا میخواهی با تربیت بخواه، نه اینکه اولاد خوشگل و خوشتیپ و خوشندام و گردن فلان و چشم فلان و رنگ فلان و، چون اگر تربیت نباشه این اولاد اولادی برای تو نیست که تو رو سفید بکنه. مال وقتی از خدا میخوای با انفاق، اینا با همن، اینا دخلو هستن، مال با انفاق، علم با عمل، اینا همه با همن. اینا رو از هم جدا نکن، مشکل ساز میشه. خیلی گردن کلفتا بودن که فکر کردن کلاه سر خدا گذاشتن، خدا مال آورد یه واشکی گرفتن، بعد شکر مالو نکردن، انفاقشو، بعد کمرشو به زمین زد، غرق در شرابخواری و عیاشی و قماربازی و کمرشونو خورد کرد. خیلی ها فکر کردن علمو از خدا بگیرن، جس بگیرن تو جامعه، فلانی عالمه، فلانی فلانه، فلانی فلانه. علم کمر اونها رو خورد کرد، چون که شکر علم خارج کردن. شکر علم عمل بود و اخلاص بود. شکر مال انفاق ماله. شکر اولاد تربیت اولاده. شکر ازدواج عفت ازدواجه. هدف از ازدواج عفته. امروزه چرا آمال طلاق داره بالا میره؟ چون قصد عفت نیست. حتی تو مراسم عروسی هم میخوان پوز بدن، تو مراسم عروسی هم میخوان مراسم بی عفتی برگزار کنن، شراب و تریاک و دود و اختلاط و رقص و خواننده های مست و سکران و عروس خانم تو ماشین کردن بوق میزنن، نگاه زن من بکنید تو خیابونا، زن من نمیبینی؟ شما شنیدید خودتون، شما شنیدید که ماشین عروس تو خیابونا رد بشه بوق بزنن، مردمی که با ماشینشون رد میشن بگن نگاه آقا داماد بکنی به بچه هاشو؟ شنیدید؟
بابا نگاه داماد کنید. شنیدید شما؟ همین میگن نگاه عروس خانم کنید. همین میگن نگاه ماشین عروس، ماشین عروس. نمیگن ماشین داماد. ماشین داماد بدبخته. ولی میگن ماشین عروس و نگاه عروس. دلش خوده که صداش کلفته، گردنش کلفته، سیبیلش کلفته. از این دیگه بی افتی بالاتر که ماشین زن تو خیابان آرایش بکنی، تو خیابان تو ماشین بغلت بوق هم بزنی که مردم تماشای زنت بکنن. کسی که راه خودش هم داره میره داره بوق میزنه اینجا. سبحان الله. همه نعمت‌های خدا شکر میطلبه. نعمت بدون شکر تحویل نگیر. اول تمرین شکر بکن، بعد نعمت بپذیر. اول بگو خدایا ظرفیت به من بده، خدایا قدر شناسی به من بده، خدایا قناعت به من بده، خدایا تواضع در مقابل نعمت‌ها، خدایا رفتار و تعامل خوب در مقابل نعمت‌ها به من بده، خدایا ایمان و ظرفیت و کمال به من بده، بعد به من بده. آدم بوده که علم به زمینش زده، آدم بوده که مال به زمینش زده، آدم بوده که حج به زمینش زده. حج به زمینش زده. چند روز پیش یه جلسه بود، ما اونجا بودیم، یکی از دوستان همراه من بود. در که آمدیم بیرون آمدیم گفت که همین تبریک عید قربان دیگه. نمیدونم کجا بودیم، کشتارگاه بودیم. بله کشتارگاه بندر عباس. یکی از دوستان گفت شیخ متوجه شدی اون همون قصابه چه گفت؟ گفتم نه. گفت یه نفر بهش تبریک گفت که تبریک عید تو مبارک و فلان و اینا، حاجی باشه انشالله، حاجی باشه انشالله. دیگه به قصابه گفت حاجی باشی. دیگه وقتی گفتم حاجی باشه رنگش پرید. گفت نه اعوذ بالله. چون تو نظرش اینه که خیلی ها رفتن حاجی شدن، پشت حجشون قایم شدن، دارن افراد رو بدبخت میکنن. بعضی فکر میکنن پشت نمازشون، بعضی میکنن پشت علمشون، بعضی پشت حجشون. هر کسی پشت یه چیزی قایم شده. طرف فکر میکنه چون نماز میخونه باید همه کار بکنه، آزاده. چون که نمیدونم عالمه باید همه کار بکنه، چون که نمیدونم شیخ دین و ناموس مردم دستش، چون که نمیدونم فلانه چون فلانه. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. اول تمرین شکر کن. چطوری وقتی بچه کوچکه بابا اول تمرین دادن راه رفتن یادش میده، بچه دستش رها میکنه. از خدا بطلبیم بچه هامونو تمرین شکر کردن و تمرینشون حرفه‌ای بارشون بیاریم. من نمیدونم شما تیم فوتبال دارید، قطعا دارید. چطوری بچه های ما روز 3-4 ساعت تمرین فوتبال میکنن که پاشون با توپ با هم هماهنگ باشه، تو چرخشاشون، تو نمیدونم فلانشون، تو سرعتشون، تو دریبل زدنشون، توپ ازشون فرار نکنه. چطوری فوتبال بازی تمرین حرفه‌ای میخواد که هر روز تمرین بکنیم. شکر خدا تمرین نمیخواد. ما باید خودمون تمرین شکر بکنیم، بچه هامون رو تمرین شکر بدیم. از حسادت و تنگ نظری و دیدن تنگی و بخیلی و فلان و تکبر و خودخواهی در بیه. نعمتهای خدا شکر میخواد. درست خاصیت نعمت خوب بودن، خاصیت نعمت مفید بودن، خاصیت نعمت توانمند بودن، خاصیت نعمت فلانه، ولی بدون شکر فایده نداره که. هر نعمتی یه سیلی هم داره. مثال بزنم، نعمت علم. شما میدونستی که نعمت علم سیلی داره؟ یعنی من برم علم بخونم سیلی میخورم؟ نه. علم وقتی میاد با جهل با همن، 2 نفرن. علم میگه که اگه منو پذیرفتید جهل نمیتونه به تو سیلی بزنه. اگه منو رد کردی باید سیلی جهل رو بخورید. سیلی جهل هم که نه سیلی معمولیه، مشت جهل که نه مشت معمولیه، ناک اوتت میکنه. جهل وقتی سیلی به آدم میزنه سر نمیتونه بلند بکنید.
اگر جهل چیز خوبی بود خدا خودش نمیگفت من اسمم علیمه. شما تو نامهای خداوند جاهل دیدید؟ پناه با خدا، سبحانک. ولی خداوند میگه من علیمم. تو نامهای خدا احمق دیدید؟ سبحانک یا رب. میگه من حکیمم. کسی که علیمه و حکیمه دوست داره که دوستش احمق و جاهل باشه؟ اصلا دوست داره که بندگانش جاهل باشن بعد لذت ببره؟ من میخوام تعریف بابام بکنم پیش بچه هام. بابای من از دنیا رفته. من پسرش بودم، خدا رحمتشون بکنه، مردگان ما و شما. حالا میخوام به فرزندانم که نوه حاجی پردلن تعریف بکنم که بابا بزرگتون چطوری بود، کی بود. اگر خدای نکرده بابای من یه دزد و راهزن و کلاهبردار و شرابخوار و معتاد و خلافکار بود، این زبان من باز میشه که تعریف بابا بزرگ جلو بچه‌هاش بکنم؟ چی میخوام به بچه‌هام بگم؟ ولی وقتی بابام با زیایی دوست بود، مهمان نواز بود، علما رو دوست داشت. اگر بابای شخصی عالمه، خیره، بحث بابای من نیست. بحث اینه که تو میتونید به بچه ها تعریف بکنید. بچه ها از تو میخوان بابا درباره بابا بزرگ به ما تعریف بکن. ما بابا بزرگ رو ندیدیم. وقتی ما به دنیا آمدیم بابا بزرگ از دنیا رفته بود. تو میتونی به بچه ها بگی بابا بزرگ شما شیخ الاسلام منطقه بود، بزرگ منطقه بود، انسان خدومی بود، انسان خیرخواهی بود، پروفسور بود. این هم تألیفاتشه. شیخ سلطان علما میتونه تعریف باباش بکنه. شیخ سلطان علما میتونه تعریف باباش بکنه. هم شهادت میدن. کاری نکنیم که فرزندان ما اگر که ازدواج کردن بچه هاشون ازشون سوال کردن که بابای تو چی بوده، بابا درباره بابات به ما بگو، زبانش لال بشه نتونه بگه. بلکه با افتخار صحبت بکنه. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. تمرین شکر کردن. من بارها گفتم باور کن مادر بچه‌شو تربیت میکنه، شوهرشو تربیت میکنه، مردشو تربیت میکنه. تربیت تشکر، ولی تشکر از کی؟ از خودش. چقدر ظلمه که انسان بچه‌شو تربیت بکنه که از خودش تشکر بکنه، از خدا تشکر نکنه. وقتی مادری یا زن خانه‌داری غذایی یا شیرینی یا کیکی درست میکنه میذاره سر سفره، اگه مردش خورد، اگه دخترش خورد، اگه پسرش خورد، اگه پدرش خورد، اگه خواهر و برادرش خوردن، همه میگن زن دست درد نکنه، عجب خوشمزه بود، خیلی ممنون. بچهش میگه مامان دست درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. ناکو چه خوردم؟ اگه خوشمزه بود این همه نمیخوردم. مادرم شاد میشه، روح شاد میشه، بچهش از تشکر کرده، زحمتش به هدر نرفته. حالا یک شوهری بر بگرده تو ذوق همسرش بزنه، اینطوری غذا درست میکنن؟ چه بدبو! این غذا جلو من گذاشتید، بریزش تو آشغال. این چه فاجعه ایه؟ پسرش هم از یه طرف، دخترش هم از یه طرف، دهن به اون غذا نزنن. میدونی چه فاجعه ایه؟
باید بچه هامون رو تربیت بکنیم تمرین شکر، از خدا هم تشکر بکنن، اول از خدا، یعنی نماز و روزه و علم و قرآن و سنت و اخلاق و قربانی و حج و اینا ارزش یک کیک ندارن که از خدا تشکر بکنیم. خدای از این که برای ما قبله قرار دادید، از این که برای ما ایمان و توحید و عقیده و علم و تقوا و ارزش و عفت و اخلاق قرار دادید، از این که تو فکر آبروی ما بودید، از این که تو فکر تربیت بچه های ما بودید، از این که برای ما معلم خیر و هدایت فرستادید، خدای از تو تشکر میکنیم. بچه همون رو تمرین بدیم. هر طوری تمرینشون دادیم بچه های ما با توپ پرواز میکنن، میرقصن. کاری بکنیم که بچه ها رو با ادب و شکر خدا و تشکر از خدا سبکشون بکنیم که بتونن بال بگیرن، اصلا عروج بکنن. امشب من خیلی خوشحالم چون قبل از آمدنم به اینجا تو جشن حافظی 2 دخترای شما شرکت کردم. اگر این فرهنگ جا بیفته، اولین کسی که حفظ قرآن تو منطقه مد کرد تو این سالهایی که ما یاد میدیم شیخ زیایی بود رحمت الله علیه. تنها حافظ 3 استان بود تا جایی که من اطلاع دارم. قبل از من نمیدونم، شاید کسان دیگه هم بودن، ولی یه چیز نادری بود. یعنی کسی میتونه اهل این منطقه باشه، حافظ قرآن باشه. حالا که دخترای ما دارن حافظ میشن، اگر کسی حافظ قرآن بشه ظرف 2 سال حداقل 200 بار ختم قرآن کرده، یک آیه رو 200 بار خونده، هم برای حفظش هم برای تکرارش و نگهداریش، چه تو نماز چه تو بیرون از نماز. میدونی ثواب حسنات 200 ختم قرآنی که یک دختر یک پسر ظرف 2 سال حافظ بشه؟ من میگم 200 بار، شاید 500 بار. یک نفر حافظ بشه 200 بار یک آیه رو بخونه، یعنی 200 تا ختم بکنه. میدونی چقدر ثواب داره؟ 600 و خورده میلیون حسنه. هر ختم قرآنی 3,210,000 حسنه است. یک ختم قرآن از الفش تا یاش، از حمدش تا ناسش 3,210,000 حسنه. حالا کم و بیش دیگه، حالا هر حرفی 10 حسنه، 321,000 حرف. دو تا دختر تو شهر شما فقط تو این فضای کوبه‌ای کلمات قرآن رو تو هوا فرستادن. بعضی دود سیگار تو هوا میفرستن تو شهر شما، بعضی دود فتنه و غیبت و نمامی و دروغ و چیزهای دیگه. نفسشون هم آلوده است، نفس یک حسود، نفس یک بخیل، نفس یک معصیتکار، نفس یک سیگاری و قلیونی. ولی این 2 تا دختر نفسشون که پخش شده تو فضای کوبه‌ای 6,600 خورده آیه بوده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که پیاز میخوره و سیر میخوره نزدیک مساجد ما نشه، تا چه برسه که سیگار میکشه. عطر قرآن این فضا رو، این کوبه‌ای رو عطرآگین کردن. برید از خدا تشکر بکنید و اصلا روز جمعه ازشون تقدیر و تشکر بشه. این 2 تا تاج محبت خدا رو سرشون گذاشتن توسط فرشتگان خدا. قرآن تاج محبت خداست. یعنی خدا باید دلی رو
حتما نیتشون پاک بوده، نیت پدر و مادرشون، بزرگانشون. خیلی حرفا. امروز دخترای ما دارن حافظ میشن. پدر و مادرش بیامرز شیخ زیایی که فرهنگ حفظ قرآن و تفسیر و علم و زنها به مسجد میان، مکتب خونه سالن پر بودن. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. تصور بکنی شکر چه خاصیتی داره. رمز قوت هر نعمتی شکر نعمته. تلاش نکنی که نعمت رو دور خودتون انبوه بکنید، تراکم نعمت. نه، ما الان داریم تلاش میکنیم از هر طرف نعمت دور خودمون جمع بکنیم. 20 تا مغازه، 20 تا ماشین، 20 تا فلان، 20 تا فلان، 20 تا ویلا، 20 تا. یه نعمت داشته باشید، تمرین شکرش بکنید، قوت اون نعمت 100 تا نعمت دیگه براتون میده. لئن شکرتم لازیدنکم. اما لئن کفرتم، هر چی جمع بکنید وقتی کفران باشه نمیمونه. میلیونرهای ورشکست رو زیاد دیدین، اما خیرین ورشکست ما ندیدیم. جناب شیخ شنیدید؟ فلانی کار خیر میکرد ورشکست شده، مگر اینکه تو محاسبات تجاریش اشتباه کرده یا سادگی به خرج داده. ولی من از آبا و اجدادم نشنیدم که فلانی کار خیر میکرد، انفاق میکرد، کمک یتیم میکرد، فلان میکرد، کمک فقیر میکرد و ورشکست شد. ولی فلان میلیونر 100 تا میلیونر بود، عیاشی کرد، قماربازی کرد، شرابخوری کرد، زنا کرد، ورشکست شد. تا دلت بخواد. تعز من تشاء و تذل من تشاء، تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء. بعضی موقع تو پتنگ میدونی چیه؟ پتنگ پدر و مادر میامرزه میگه بخشه. تو پتنگ پیرزنها بعضی موقع چیزهای خوبی پیدا میشه. شاید با معیار حدیث و نمیدونم فلان یه کمی سند مندش و اینا، ولی معناش درسته حتی که خودشون ساخته باشن. یه دوستی داریم عالم نیست، اما تو همین پتنگا از این یه روزی جایی میرفتین، گوشه یه داستان به تو تعریف بکنم. من اشکال نداره ولی یه سندی چیزی داشته باشه بالاخره. گفت حالا من تعریف میکنم، اگه اشکال داشت تو روایت نکن، اگه معنیش با قرآن و سنت تناقض داشت تو روایت نکن. گفتم بفرما. گفت که مادر بزرگم یه داستانی مثل که درست کردن حالا، ولی برگرفته از معانی قرآن و سنت. اینطوری درست کردن ساختن که یک پادشاهی بود، یه وزیری داشت. یه روز به وزیرش گفت که جناب وزیر 3 تا سوال ازت میکنم، اگر 3 تا سوال جواب دادی این لباس وزارت مال تو وزیر منید، اگه جواب ندادید از وزارت کنسل، تو دیگه شایستگی وزیر بودن من ندارید. جناب وزیر گفت که خب جناب پادشاه 3 تا سوالت چیه؟ گفت 1 2 3 خدا چه میخوره؟ خدا چه میپوشه؟ خدا چه کار میکنه؟ خدا چه میخوره؟ خدا چه میپوشه؟ خدا چه کار میکنه؟ وزیر مات شد. گفت 2 ماه هم فرصته، 4 ماه فرصت، 6 ماه فرصت، جواب پیدا کن. از هر کس هم سوال میکنی قبوله، تو جواب بیار. برو پیش علما، برو پیش حکما، برو پیش فلان، برو هر جای میری. وزیر رفت خدمت علما، اون طرف. بعضی موقع یه جنسی تو نمایندگی نیست، تو کارگزاری گیر میاد، تو همین دکه ها گیر میاد. شاید یه عالمی ذهنش نرسه توی این معما، ولی میبینی یک انسان ساده‌ای که فکر میکنن این ساده است و فلان، همون راحت میفهمه. هر طرف سوال کرد جواب پیدا نکرد، اجلش هم داره تمام میشه.
یه غلامی بود تو قصر بود، میگشت برده بود، دید که وزیر خیلی مهموم و مغموم و چهرش و رنگش پریده و گفت ببخشید جناب وزیر مشکلی پیش آمده. همیشه سلام میکرد، حوالش یه غلام دوست داشتنی بود برای وزیر. گفت برو. نه دست رو دلم نذار. ولش نکرد، دوستش داشت. گفت 3 سوال پادشاه از من کرده، جواب میخواد. گفت میتونی سوالا بگی؟ گفت تو از این عالم و فلان سوال کردم جواب ندادن. گفت حالا تو بگو، شاید بالاخره من از یه جای شنیدم. گفت خدا چی میخوره؟ گفت این که خیلی آسانه. خدا چی میخوره؟ خدا غصه بندگانش میخوره که چرا ازش فراری هم رو به خدا نمیان. خدا غصه بندگانش داره، بس شب و روز غصه بندگانش. این معنی قرآنی داره یا نه؟ 1/3 باقی مانده شب پیامبر چه فرمود درباره خدا؟ هل من تائب ينزل ربكم الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل او كما قال صلى الله عليه وسلم فيقول او فينادي هل من تائب توبوا الى الله جميعا التائبون العابدون واذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. التماس داره میکنه فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی اذا سألك عبادی. خداوند به پیامبرانش گفته صلی الله علیه و سلم که بندگان من راهنمایی بکنید تا بیان پیش من، تا من بیامرزمشون. وزیر نفس راحتی کشید، دست زد پشت کمر برده، گفت جزاک الله خیر. جون گرفت. خدا غصه بندگان فراریشو میخوره که چرا از خدا فراری هن. در جای دیگه خدا گفته ففروا الی الله، به طرف خدا فرار کنید، از خدا فرار نکنید. خدا هیولا نیست، وحشی نیست، عقده‌ای نیست. خدای ما یک پارچه مهربانه، رحمان و رحیم و ارحم الراحمینه. اسمش توابه، اسمش غافره، اسمش غفوره. گفت غلام هر چی میخوای بهت میدم. جواب سوال دوم خدا چه میپوشه؟ گفت این که خیلی آسانه. خداوند ستار عیوب بندگانشو میپوشونه. بندگان خطا میکنن، میلغزن، وقتی گناه کردن عورتشون مکشوف میشه. فکر نکنید که تو کافشن پوشیدی و نمیدونم کت شلوار پوشیدی و لباس کلفت پشمی عربی پوشیدی دیگه عورتت مکشوف نیست. هر گناهی سبب میشه کشف عورت بشید. مصداق قرآن داره. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. میگه بابا آدم و ماما حوا وقتی که از اون درخت ممنوعه خوردن لخت شدن. بدت لهما سوآتهما واتفقا، و تلاش میکردن با برگ درخت خودشون رو بپوشونن. هر کسی معصیت خدا میکنه لخت در نظر خلایق، شاید در نظر انسان ها چه پوشیده باشه. باور کنید مرغ و خروس هم بهش میخندن یا براش اشک میریزن. اصلا فکر نکنی معصیت خدا میکنی. گوسفندا دارن رد میشن، اونا احساس دارن. با زبان بی زبانی گوسفندا به معصیت کار میگن دنیای ما را خراب کردی، برکت از زندگی ما بردی، آرامش رو از ما گرفتی، یالا توبه کن. باور کن گوسفندان هم میگن. چرا در نماز استسقا سنته که گاو و گوسفند و شتر و همه رو ببرید تا به خدا بگید که ای خدا به خاطر این گوسفندا و گاو و شتر و مرغ و خروس و این طفل معصوم، بچه های معصوم و طفل معصوم و اطفال به ما رحمی بکن. معصیت ما خیر و برکت از اینها برده. سنت اینا که تو نماز استسقا و قبل دعا
گله حیوان هم با خودت ببری. اگه به ما رحم نمیکنه خدا، اگر ما گناهکاریم، اگر ما لیاقت رحم نداریم، به خاطر اینها یه توجه هم به ما بکن. وزیر به برده گفت که به غلام که خدا چه میپوشه؟ گفت خدا عیوب بندگانش را میپوشد. 100 بار پرده دری میکنید خدا عیوب. بعضی موقع دعوا میشه بین خدا و بنده. بنده میخواد پرده رو پاره بکنه، خدا به زور نکن. باور بکنید ها. بعضی دیگه به زور پرده رو پاره میکنن و اونا دیگه خداوند بهشون توجه نمیکنه. آیا تو این اونایی که 70 سالشونه، 80 سالشونه، 60 سالشونه، از زمانی که بالغ شدن تا امروز، این که به نوارتون بر بگردونید عقب، نوار، تو این زندگی 50 سالتون که بالغ شدید نگاه بکنید، تو این 50 سال چند بار فاصلتون تا بی آبرویی که آبروتون بره همش چند سان بیشتر نبود خدا پرده انداخت. امروز اینجا آبرومند محترم نشستید، مردم با دید احترام بهتون نگاه میکنن. هر کسی خودشو بهتر میشناسه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره. اگر تو امروز محترم هستی به خاطر که خدا ستاره. باور کن اگر نه ما محترم نبودیم اینجا. اصلا یه چیز دیگه بگم، علما میگن اگر گناه رنگ داشت و گناه بو داشت خیلی مشکل بود. اگر گناه رنگش هسته، رنگ، و این رنگش مردم میدیدن، و گناه بو داشت و مردم بوشو استشمام میکردن، باور بکنی نمیتونستیم تو رو هم نگاه بکنیم و در وقتی از کنار هم رد میشدیم با چشم میبستیم رو بر میگردیم در بینیمون هم میگرفتیم.